میارم مهمان خیلی نمیشناسه این مهمان کیه، مقصد چیه. وقتی ابو مهمان میدرویه خانه ابو روستا دسترخوان پرتافتگی میگه اگون مهمان داشتی؟ میگه نه اگون مهمان نداشتم. دسترخوان پرتافتگی نه اینجا دایما که دسترخوان ما دویم که شده همین مهمانای میومدی میخرن میرون. بعد میگه اگه بخشیش خودت چیکاره ای؟ ابو روستا میپرسه. میگه برادر عزیز بیایید مسئله را مانیم، یگان پیاله چای بگیر یگان سگ بگیرید خیلی دیگر که خیلی آدم پولدار و مالدار همین دسترخوان که میبینن خیلی چیله. میگه ما باید قطعی شناسشم کی باشد، انشالله جای خوب یفتم. بعد با میپرسم میگه خیلی که مهمانی برادر عزیز خاطری سخنت، ما یگان جا کار نمیکنم، ما یک آدمی بیکارم، لیکن همین یک مسئله قطعی دویم سر کار دارم. همین کجایی ده که یک پولدار میبره زنش میگیرم. کاری من تست همیه. همین کجایی ده یک پولدار مو حرکت میکنه که زنی امرا من بگیرم. این افتری میخرم میکرد. طرف همون میگه این خودش همین خیلی آدمی پولدار و مالدار و بسیار مقصد چیز. بعد نام در این آدم هم ادرسش هم میدونیسته، این داشت هست همین ادرس داشته نامی را میدونیسته، نامش را میگیره و میگه در همون یک منطقه کل یک نفر هست در نوبت در هست هم خیلی و اگر الله نصیب کنه و ای دنیا بگذره مقصد لنگر همجا میپرتوید. این میشنوه و یگان گفتک نمیگه و نان آوه خیلی خورد بخور دیگه خدا دانا آیا بلند میشه و خانش میره. بازو این همه وقت گوشت نمیخریده میگه، حتی شکمبه میخریده، شکمبه و پاچک نمی سوب نبار و همین چیزای مقصد ارزان میره و دو سیکده همین خریدی میکند که میبره خانش. زنش ببینه حیران میشه، میگه ای مرده این چی کاره؟ چی اگون خواه دیدی؟ این چیلیه؟ میگه زنک من ای گپوتا در خونه در بیداریم دیدم. در بیداریم دیدم اینجا مقصد اینجا بس مقصد چیزی هست بیا بکنید کاری گیزیم چیزی. لیکن هم خیلی قصه ها در کتاب ها میورن که تا که همین آدم ها بیدار شوند که شیخ سعدی یک گپ دارد میگه کسی جمع کرد و گوشه بینهاد خودش مرد و زنش با دیگری داد. کسی جمع کرد میگه خیلی یک روز یک زای دنیا میگذاری کو اگه خیلی خواهی نخواهی بوی زنک شو کردنش در کنه شوکی کرد. این زنک چیه میسالخی در حال امود چور تنگه که داشتگی شوهرش حتما قطعی مرده خورده میگرده دیگه. او بیچاره در حساب این ماندگی در تنکش بیچاره حتی که اون جنونی یک شعر داره که نمیمانی در این دنیا 90 سال مگر هستی برای غیر حمال. این مردک میگه تو 90 سال در این دنیا زندگی کنه نمیتونی. پیامبر گفته است که عمر امتی من بین 60 تا 70 تو تا 90 نمیره. نمیمانی در این دنیا 90 سال مگر هستی برای غیر حمال. نه نوشی جان کنی نه پوششی تن، گذاری مال را بر شوهر زن. و شوی زن بماند مخزنی تو، با جان خود عجایب دشمنی تو. مردک میگه آخی تو چون نه در تنت میپوشی نه در شکم یک چیز با مزه میخری، آخی را جمع میکنی میدونی که این با شوی زنت میماند. یکی گفت که همواری اکی کمتر اگر تا سختی بدم نامه باشه مقصد عزیزان ما را بیدار کردن که خدای مهربان مقصد در عوض دادن. و گفت فرزند من این مرد را گفت میبینی؟ گفت میبینم. گفت تا وقت من حیات دارم این مرد را من گفت سنگباران میکنم، لکن اگر من از دنیا گذشتم فرزند من وصیت من بر تو این است که این سنگ را ترک نکن و چهره این مرد بزن. حضرت
میگد این فرزند ناخلف که از کافر تولد می شود. مادر گفت بیا یک مصلحت میکنیم. شاید گفت من وصیتی تو را به جا آورده نتونم از حساب کم بودن حیات خودم. شاید که من گفت در همین آوان جوانی از دنیا میگذرم. از این خاطر میگد خم شد و همون کودک میگد سنگ گرفت. پیش از آنی که به وایه برسم گفته سنگ در چهره حضرت نوح حواله کرد. حضرت نوح میگد چنان غضبناک شد از دست این قوم که چی گفت؟ رب اغفر لی. قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا. پروردگارا در بالای زمین احد را نفر را از کافر خدایا باقی نگذار. حضرت دعا کردند انک ان تذرهم، خدایا اگر یک کافر در روی دنیا تو زنده بگذاری، یذل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. پروردگارا اگر تو یک نفر این زنده بگذاری، اینها چنان کسلی دارند که کسل اینها باز در دیگر قوم میگذره و کافر تولد میکنه. گو خدایا گفت چی جفاهای رسول اکرم، چی جفاهای صحابه های پیغمبر. همه دوستان خدا در عذاب و در مشقت ها گرفتار بودند. چه حضرت ابوبکر صدیق، چه حضرت عمر که چی یک دویم یار پیغمبر خدا، چی یاری مهربان بود، چی خدمتگار پیغمبر بود. لیکن در محراب در حالت نماز از دست ابو لؤلؤ فیروز، این بدبخت مجوسی بود، 3 کارد در شکم خود خورد و در همون محراب چکار کرد؟ در همون محراب اگرچه جان را به حق تسلیم نکرد، لیکن از پا افتیدند و در بالای محراب حتی حضرت چنان محب خدا بودند که فریاد زدند عبدالرحمن ابن عوف در بین قوم هست؟ گفتند بله هست. گفت با پیش بیا نماز را بخوان تا که از پس تو نماز بخوانی، زیرا کافر بر من چکار کرد که دیگر من قوت امامی ندارم. حضرت عثمان در حالت قرآن خوانی بودند، در سوره رسید، در آیت رسیدند فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم. این آیت سوره بقره در رسیدگی ده که از ریش مبارک تپیدند و این سر حضرت را هم چکار کردند؟ از تن جدا کردند. حضرت علی رضی الله عنه عادت مبارک همین بود، وقتی به مسجد که می آمد فریاد زدن نماز نماز نماز. و اون کسی که آماده کشتن حضرت علی بود نزد مسجد پنهان بود. وقتی حضرت علی میگوید قدم به همین مسجد گذاشتگی ده، شمشیر در فرق سر او زدن. حتی میگه چنان شمشیر تأثیر کرد صاحب کتاب خلفای راشدین که همون شمشیر تاراس دماغ حضرت میگه پایان شد. امام حسن میگوید من از قفای پدرم بودم، من همون شرقاس شمشیر را شنیدم. دوستان خدا در چه احوالها گرفتار بودند. و حضرت ابراهیم هم یکی از همان پیغمبرهای هست که از دست پدری خود، از دست مادری خود، از دست قومی خود، از دست پادشاه همون زمانه نمرود خیلی جفاهای زیاد کشیدند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني ولكن كان حنيفا
ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. صدق الله العظیم. آیتی که تلاوت کردیم از سوره مبارکه آل عمران است که خدای مهربان به ما و شما خبر می‌دهد ابراهیم نه یهودی بود، ابراهیم نه نصرانی بود، ابراهیم نه از ملت یهود بود نه از ملت نصرانی بود و نه عقیده باطله که یهودی ها داشتند نصرانی ها داشتند. در ابراهیم این عقاید وجود نداشت. ولکن کان حنیفا مسلما، ابراهیم خالی از این عقیده یهودی ها و نصرانی ها بود و او مسلمان بود. حضرت ابراهیم مسلمان بود. مسلمان گفتگی معنای او را ندارد که پیرو قرآن بود، بلکه تسلیم به امر خدا بود. و ما کان من المشرکین، خدا میگوید و وی مشرک بر خدا نبود. یک گروه یهودی ها و نصرانی ها نزد پیغمبر ما و شما آمدند و گفتند محمد صلی الله علیه و سلم با این ابراهیمی که تو می نازی و میگویی که وی پدر من است، آگاه باش که ما بر اون نزدیکتر و سزاوارتریم، زیرا وی از قوم یهودی هاست. آیت نازل شد ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه صلی الله علیه و سلم. محمد بر این قوم یهود خبر بده نزدیکترین و سزاوارترین به ابراهیم کسانی هستند که پیرو ابراهیم هستند. هذا النبی، خدا خبر داد محمد بر اونها خبر بده که تو از اونها دیده به ابراهیم نزدیکتر هستی. والذین آمنوا، و ای محمد امتهای تو به ابراهیم نزدیکتر است. والله ولی المؤمنین، خداوند کارساز مؤمن هاست. الحمدلله که ابراهیم یهودی نبوده است، الحمدلله که ابراهیم نصرانی نبوده است، الحمدلله، زیرا که به قوم یهود خدا غضب کردگی است. یهود از روز اول دشمن مسلمان بود تا امروز دشمنی خودش را ظاهر کردگی است. پیغمبر خدا در جامع ترمذی میگذرد، حدیث میگوید ان لكل نبی ولایت من النبیین. پیغمبر ما و شما گفتند هر یک پیغمبر در بین این قدر پیغمبری که از آدم گذشت تا دوره من با خود یک دوست دارد. هر پیغمبر با پیغمبر دوستی دارد. گفت و این ولی منهم ابی و خلیل رب عز و جل ابراهیم. پیغمبر خدا گفتند و دوست من گفتند و پدر من، این دوستی خدایی که او عز و جل است، این ابراهیم است. این پیغمبر ما و شما گفتند پدر من و دوست من از بین پیغمبرها این ابراهیم است. خدا در قرآن میگوید و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. خداوند میگوید ما ابراهیم را با چند کلمات آزمایش کردیم، سنجش کردیم که او این کلمات را خوب انجام داد. ابن کثیر از ابن عباس در تفسیر خودش روایت میکند این کلمات چی کلمات بود، چه آزمایش کرد ابراهیم را. حضرت ها گفتند این 10 سنت بود، 10 سنت بود که
پیغمبر ما و شما هم این 10 سنت را برای ما و شما سنت گردانید که اینها چی هست؟ 5 فی الرأس و 5 فی البدن. پیغمبر خدا گفت 5 سنت او در سر شماست و 5 سنت وی در بدن شماست. آن 5 که در سر ما و شماست چی هست؟ السواک و المزمزه و الاستنشاق و قص الشارب. حضرت گفتند 5 سنتی که در سر شماست، این اولا مسواک کردن است، دندانها را شستن است، تازه کردن است. اینها سنت حضرت ابراهیم بود و پیغمبر ما و شما هم این را برای ما و شما سنت گردانید. دیگرش آب گرفتن در دهان، غرغره کردن در دهان میگوییم، و دیگرش آب گرفتن در بینی است، و دیگرش قص و شارب، برودها را کلته کردن است، خلاف مردم یهود که مردم یهود برودهای خودشان دراز دراز کشال میکنند، حتی در طعام خوری هم آنها را خلل پذیر میشوند. که پیغمبر ما و شما گفتند برودها را کلته کنید. در بعضی از فتواها می آید چنان کلته کنید که در دستهای شما نیاید، با قیچی گیرید. و فرق الرأس و 5 سنت در سربودگی را حضرت گفتند این مویهای خود 2 فرق کردن است. چگونه که زنها مویهای خود 2 فرق میکنند، این هم برای مردها سنت است که مویهای خود 2 فرق کنند. در بعض احادیث و الحلق آمده است، یعنی تراشیدن سر هم از حضرت ابراهیم است. اما آن 5 که در بدن است اور نطف الابط میگویند و تقلیم الاصفار، یعنی گرفتن زیر کش و گرفتن ناخونها، و حلق العانه و گرفتن مویهای زیر ناف، و الختان ختنه کردن، و الاستنجا استنجا کردن. این 5 سنتی که در بدن ما و شماست، اینها هم از سنت های حضرت ابراهیم بودند که به ما و شما سنت گردیده است. در شهر بابل عراق امروزه پادشاه بود میگد به نام نمرود، که مفسران میگویند این نمرود 400 سال پادشاهی کرد. 400 سال در تخت پادشاهی نشستگی بود. عمر مردم اون زمانها از این امتهای پیغمبر ما و شما خیلی زائد بود. عمرهای 400 ساله داشتن، 700 ساله داشتن، 600 ساله داشتن. میگوید در اولی پادشاهی خودش بسیار عدالت داشت. هر مردمی که می آمد برای احتیاجی او را برآورده میکرد. بسیار مرد حلیم بود. وقتی که پادشاهی او زیاد شد، وقتی که دولت و سولت زیاد در اطرافش این نمرود جمع کرد، آهسته آهسته غرور در وجود او پیدا شدن گرفت و تا حد آمد که در بین مردم عراق خودش را خدا اعلان کرد. خودش را خدا اعلان کرد. البته این عادت بسیاری از پادشاهان و عادت بسیاری از همان کسانی که صاحب منصب و صاحب پول هستند، آهسته 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 آنها مغرور می شوند. خداوند این برای ما و شما در قرآن خبر می دهد: کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا. حقا انسان یک مخلوق عاجز است، لیکن وقتی صاحب دولت می شود، پادشاه می شود، صاحب منصب می شود، در حال چکار می کند؟ دری غرور را بروی خودش کشاده می کند، مغرور می شود. الرآه استغنا. کدام وقت مغرور می شود؟ خدا گفت وقتی که اگر دولت و سولت خدا بیگران می بیند.
وقتی میبیند همه مردم محتاج بر اوست و تمام بانک ها پر از پول های اوست و چندین ماشینه های هر رنگه را سوار می شود و او اون زمان چیکار میکند؟ مغرور می شود. خداوند در قرآن میگوید ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه شر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. انسان ما بی صبر آفریدیم. انسان چی ناشناس و چی ناسپاس است. وقتی ما بر او اگر یک مصیبت میاریم داد و فریاد میزند. وقتی ما با او مال میدهیم بدن خودش را، نفس خودش را از اطاعت من باز می‌دارد. اذا مسه الخیر منوعا. وقتی ما مالش میدهیم، دولتش میدهیم، فرزندهای خوبش میدهیم، در حال چیکار میکند؟ سرکش میشود و عبادت خدا را انجام نمیدهد. ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید. باز خدا یاد میکنه در قرآن چه انسان ناسپاس است و او با این ناسپاسی خودش آگاه است. و انه لحب الخیر لشدید. و من به شما سیر انسان خدا میگوید خبر میدهم که مال دنیا را بی نهایت دوست میدارد. بی نهایت مال بسیار دوست میدارد. ان الله یعطی المال من یحب و من لا یحبه. خداوند مال میدهد کسی را که دوست میدارد و کسی را که دوست نمیدارد و همه مال میدهد. پیغمبر خدا گفتند ان الله یعطی الایمان من یحبه. لکن ایمان شخصی را میدهد خداوند که او را دوست میدارد. نه لایق بر غرور است و نه ارز اعتمادی ها نمی ارزد به این حرفی که کس گوید به من داد است. حضرت مولوی میگوید همین دنیا و همین مال ثروت اینها ارزش او را ندارد که انسان حتی بگوید که خدا مرا داد است. همینش ده ارزش ندارد. عاقبت نمرود مغرور شد و خدا در بین مردم عراق خدا اعلان کرد و فرمان داد که تمام هیکل تراش ها هیکل او را بتراشند و در تمام گوشه و شهر بتخانه ها تیار کنند و این بوت نمرود را در بین اون مسجد جا کنند در همون بتخانه و مردم رفته هر روز نزد این بوت، نزد این صورت نمرود تعظیم کنند، سجده کنند، از او مدد طلب کنند. و فرمان صادر کرد که در هر خانه باید که از هیکل من یک هیکل وجود داشته باشد و هر خانه هر روز باید که از این هیکل مدد طلب کنند. فرمان در تمام قشلاق‌ها و در تمام شهرها جاری کرد. هیکل تراش ها از آن جمله پدر ابراهیم آذر به این کار شروع کردند. خیلی هیکل های زیاد شد. مردم دیگر از خداپرستی یاد فراموش کردند. دیگر نمیدانستند که خدا چیست، خدا کیست و این نعمتی که میخورند، این نعمتی که میپوشند از کجا میآید. همه را فقط از نمرود میبینند. میگویند خدای ما این است. البته سنت الهی همین است که وقتی که یک قوم گمراه شد، کفر و ضلالت در بین اون قوم که زیاد شد، البته باید پیغمبری در اون قوم فرستاده شود و خداوند این کار خدا اجرا کرد و باید که ابراهیم در بین این قوم پیدا شود. خیلی کاری مشکلی هست. اما برای ما و شما آورده رسانید. اگر امروز ما و شما به آسانی همین اسلام
با یک پارچه آرد و با یک کیلو روغن این یهودی اگر اسلام تسلیم کنیم، باور کن از ما و شما در بنده زیانکار نیست. از ما و شما در بدبخترین انسان در روی دنیا دیگر وجود ندارد که این دشمن خدا در ما و شما به ارزانی این اسلام به خون و به جان آمدگی را تسلیم کنیم. چه عذابها کشیدن صحابه پیغمبری خدا، چه روزهای مشقت از سر گذرانیدند. پیغمبر خدا میگوید که فاطمه را بسیار دوست می داشتم. روز خانه او رفتم، از آن جمله امام حسن و امام حسین دوست می داشتم. وقتی خانه فاطمه رفتم نگاه کردم فاطمه گریه دارد. فکر کردم که شاید امام حسن و امام حسین بیماری شده باشد. از او پرسان کردم. گفتم حسن و حسین کجاست؟ گفت الحال با حضرت علی بیرون از خانه شدند، برای طلب روزگار از پی کار رفتند. گفتن آخه اینها خردتر بودند، اینها را در این روز گرمی کجا برد؟ گفت پدر گفت قسم به عظمتی آن خدایی که مرا آفرید، این سحر وقتی که ما دسترخوان پرتافتیم از نعمت خدا چیزی نیافتیم که حتی برای چشیدن برای ما قناعت کنه. برای چشیدن چیزی در خانه نبود. و امام حسن و امام حسین که خیلی گریان شدند، اینها را علی با همراهی خود برد تا که مرا اذیت ندهند. و گفت پدر جان، گفت 3 روز شد که دختری تو و داماد تو و نبیره های تو گرسنه هستند. 3 روز. امروز الحمدلله که در خانه ما و شما خوراک یک روزه یافت می شود. الحمدلله که در خانه ما و شما آنقدر طعامی هست که ما و شما هلاک نمیشیم. یک آزمایش خداست. خداوند شما را در گرسنگی و در قحطی می سنجد. خوش به حالتان که اگر طاقت داشته باشیم. شبی از شبها نمرود خواب دید. چی خواب دید؟ خواب دید که یک قشقار اون تخت سلطنت کلانه که نمرود بالای او نشسته بود وی را با شاخ خود چپه کرد. سحر بیدار شد، میگد یک ترس، یک وایمه در وجود این نمرود پیدا شده است و تمام منجمها و ستاره شناسها و سحرگرها را نزد خود فیراد کرد و در بین آنها خواب خودش پیشنهاد کرد. گفتیم شب این خواب را من دیدم، تنی تعبیر کنین این چی تعبیر داشته باشد؟ این منجمها خیلی باسواد بودند و خیلی دانا بودند. مفسرای قرآن اینا یادآوری میکنند در قرآن و گفتند پادشاه، گفتند تعبیر خواب تو خیلی ناخوب است. گفتند چی ناخوب است؟ گفتند باید فرزند به دنیا بیاید که عاقبت این سلطنت تو را چپه میکند و این خدا بودن تو را انکار میکند. نمرود میگد وجودش در لرزه در آمد. چیکار کرد؟ چیکار کنیم؟ باید که پیش این کار گرفته شود. یک جای مصلحت کردند. گفتند پادشاه، گفتند فرمان صادر کن که هر جایی که اگر یک زن حامله دار باشد روی خط گرفته شود و در کجایی که فرزند زاییده شد همان زمان سر او را بریده شود. با این گفتند ما از این فرزندی که به دنیا می آید نجات می یابیم و این تخت از دست تو نمی رود.
این علاج واقعه گفت است همین است خلاص. پادشاه برای آنه که تخت از دست نرود همه کار چی است؟ قادر است، تیار است. اگر هزارها نفر مرد میلش، لیکن تخت از دست نرود. فرمان صادر کرد، گروه های خود در هر قشلاق ها و در شهرها و در ناحیه ها پرتافت. همان سال مورخان میگویند که 100,000 طفل را میگد سر بریده شد. 100,000 طفل برای آنه که این فرزند به دنیا نآید 100,000 او را میگه سر بریدند. شاعر میگوید 100,000 طفل سر ببریده شد، 100,000 طفل سر ببریده شد تا خلیل الله صاحب زنده شد. خدا چی میگوید؟ اگر خواهد نگه دارد کسی را، چی باک از یک جهان آتش خسی را. اگر برعکس این گرداند ابرو، گدازد برگ گل را تندی بو. اگر خدا بخواهد این ظالم چیکار کرده میتواند؟ آذر پدر ابراهیم بود و با همراهی زن خود یعنی مادر ابراهیم هر دو در اعضای حکومت همین نمرود کار میکردند. آدمهای نزدیکترین نمرود بودند و این مادر ابراهیم حامله دار شد. مورخان میگویند خیلی زنی فربه بود و هرگاهی که لباس میپوشید لباسهای خیلی کلان میپوشید که حتی یعنی جسد این زن نمایان نبود. و این مادر ابراهیم در همان سالی که فرمان نمرود صادر شده بود حامله دار شد. حمل در شکمش پیدا شد و وقتی تولد ابراهیم نزدیک شد، بعضی مورخان میگویند که در همون تهخانه خودش ابراهیم را زایید. بعضی مورخان به این یعنی تاریخ نویس های ما و شما با این اتفاقن که از خوف آنه که مادر است فرزند وقتی تولد می شود چی محبتی به او فرزند دارد، هیچگاه نمی خواهد که فرزند او را در پیش او سر ببرند. و از خوف نمرود میگد از شهر بیرون شد، با یک غار داخل شد و در همان داخل غار میگد ابراهیم را تولد کرد و او را میگد بدنش تازه کرد، بالتها پیچانید و در همان داخل غار گذاشت، دهن غار محکم کرد و گفت از آنی که کار به حلقی دوانده می شود، یک درنده است، خزنده است، اگر ای را تناول کند این برای من بهتر است تا که به چشم خود نبینم. ابراهیم میگه اونجا گذاشت و به خانه آمد. و بعضی روایت ها این است که به آذر خبر داد که آذر گفت آن فرزندی که در شکم من بود تولد کردم، لکن مردگی بود، برده او را گراندند. آذر را از این واقعه هم میگه عائلش خبر داد. و بعضی روایت ها که بعد 3 سال به آذر خبر داد. خلاص ابراهیم به دنیا آمد. از بین 3 روز گذشت. مادر ابراهیم دیگر در خانه طاقت نکرد. گفت رفته یک حال فرزندی خود خبر بگیرم، در کدام صورت باشد، در کدام احوال باشد، شاید درنده او را خورده باشد یا شاید کسی وی را برده قتل کرده باشد. خلاص رفته دیدن در کار آمدند. وقتی میگه مادر در غار کشادند، غار گویا که یک چراغ میسوزد، چقدر روشن میگه زیبا. و مادر ابراهیم وقتی به سوی ابراهیم نگاه کرد میگه یک انگشت ابراهیم در دهنش میگه گذاشتگی بود. وقتی انگشت از دهان او میگه بیرون کردیم، از نوک همین انگشت فواره شیر میبرامد. تربیت کننده ابراهیم همون الله هست. مادر میگه گریان شدن، گفتند باوری دارم که این فرزند من ضایع نمی شود. مادام این فضیلت و
این بزرگی را وقتی که این در کودکی صاحب است، این فرزند من ضایع نمی شود. زیرا خدا در قرآن میگوید ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین. ای مردم آگاه باشین که من ابراهیم را در سن به بلوغ نرسیدگی نبوت کرده بودم. خدا میگوید ما این را علم نبوت در همون خوردی داده بودیم. همین گونه مادرش 3 سال در همین غار می رفت می آمد. در این غار میگه ابراهیم به وایه می رسید. و بعض معرخا که 15 سال در همین غار ماند. آیسته آیسته میگه جسدش حضرت کلان می شد، روز به روز به وایه می رسید. بعد 3 سال گذشتن روز میگه مادرش شبها به پیشش می آمد. شب بود میگه نزد ابراهیم در آمد. ابراهیم زبانی گویا الکی پیدا کرده بود. میگه از مادرش پرسید. مادر جان گفت چرا که من در داخل این غار هستم؟ آیا بیرون دیگر یگان دنیایی نیست؟ آیا در بیرون زندگی کردن اجازت نیست؟ مادرش گفت، ابراهیم گفت من تو را از خوف دشمن به این غار آورده تولد کردم و در این غار تو را پرورش میکنم. زیرا فرمان پادشاه و خدای ما همین است که کودکان را باید که سر بریده شود. از این خاطر من شما را در این غار تولد کردم و در همین غار به وایه رسانیدم. حضرت ابراهیم از مادر پرسید. مادر جان گفت تو زیبا هستی یا من؟ گفت جان من. گفت تو زیبا هستی، از تو دیدم من زیباتر نیستم. مادر گفت تو زیباتر هستی یا پدرم؟ گفت من زیباتر هستم. مادر گفت پدرم زیبا هست یا که نمرود؟ گفت پدری تو زیبا هست. مادر گفت مادامی که پدری من از نمرود که زیبا باشد، وای چگونه خدا هست که مخلوق که وای از او دیده زیبا هست؟ باید خدا خودش زیبا باشد. از مخلوقش دیده باید خدا خودش زیبا باشد. چرا مخلوقش از او دیده زیباست؟ خدای من کیست؟ گفت خدای تو من هستم. مادرش گفت خدای مادرم کیست؟ خدای تو کیست؟ گفت خدای من پدرم هست. پدرت هست که مرا تربیه میکنه. مردم گمراه بودند. شکر گوییم، هزارها شکر گوییم که ما و شما را خدا هدایت کرده است. اگر خداوند کسی را که گمراه کند، هیچ کس را هدایت کردن نمیتواند. همه شما شکر کننده باشین که این راهی سعادت راهی راست یافتید. مردم نمیدانستند. گفت خدای پدرم کیست؟ گفت خدای پدرت گفت نمرود است، وای بسیار بزرگ است، از او دیده دیگر خدای نیست. گفت مادر گفت نه تو خدا هستی، نه پدرم خداست، نه نمرود خداست. فرزندم گفت خاموش شو، این سخن نگو. اگر نمرود از این حالتی تو آگاه شود، هر آینه تو را به قتل میرساند. عاقبت میگد این مادر ابراهیم پیشی بر کردن و به خانه آوردن. آزار وقتی میگد این زیبایی این فرزند دید، در حال میگه شیفته و عاشق شد و پرسان کرد این کیست؟ گفت آزر. گفت این همان فرزندی هست که من بر تو گفته بودم که در حالت تولد فوتید، لیکن این نفوتیده بود. این ما در غار تربیه کردیم، این همان است. این فرزندی توست. گفت آزر. آزر میگد گرفت در آغوش کشید ابراهیم و در بغل خود شناخت. و آزر میگد مادامی که علم پیش از بلوغ بر او خداوند نصیب کرده بود، همان سوالهایی که به مادر کرده بود به همین پدرشم کرد. وقتی پدر میگد این سوالها و این جوابها را از ابراهیم شنید،
غضبناک شد که تو بر خدای من این چنگونه معامله میکنی گفته و یک شفاطی میگه در چهره ابراهیم زد. ابراهیم میگه چیزی نگفت و روز به روز ابراهیم به بایه میرسید و به ضد آن بت‌هایی که بتخانه ها آراسته بودند و در هر خانه بت‌ها بود، از آن جمله پدر ابراهیم آزر خود که بت تراش بود در خانهش چند بت داشت و هر روز ابراهیم میگه نگاه میکردم که در زیر همون بت میغلطید، زاره و تولا میکرد، همون بت‌ها را دائم انکار میکرد، به سوی اونها مسخره میکرد، اونها را به دست خود میگه چپه میکرد. پدرش این حالت دید بسیار ناراحت میشد و دائم میگه حرکت میکرد که نمرود حرکت میکرد که ابراهیم را به این بت‌ها چکار کند، رام کند. کاش که ابراهیم هم به این هیکل نمرود تعظیم کند، لکن آزر خود درک ندارد که فرزند او پیغمبر است، اون علم نبوت دارد، از این درک که ندارد. میگه روز از روزها پدرش که بسیار بت‌های زیبا میتراشید و از حساب همون زندگی میکرد، میگه یک بت خوب و زیبا را تراشید و در دست فرزندش ابراهیم به زاره و تولا داد که اینه برده در بازار فروش و سوم او را در جان خودت صرف کن. این یک حیله بود، یک حیله هست که چگونه ای که امروز مردم یهود با پول و با مال ما و شما را شفته میکنند، ما و شما را از راه اسلام دور میکنند. پدر ابراهیم هم خواست که با پول فرزند خودش را چکار کند، بت پرست بسازد. ابراهیم سخن پدر را قبول کرد و این بت خردککی که صورت ابراهیم بود میگه گرفت و بیرون از دروازه کرد و یک بند را آورد، میگه در گردن این هیکل داخت و کشیده میگه بدرون همون لای و افلاسی ها میگه به بازار بردش. تمام مردم وقتی که میدیدن این هیکل نمرود در زیر جویبار و افلاسی ها در دست این جوان خورد کشلکنان به بازار میبرد، همه در وجود اونها ترس و وایمه پیدا شد. در حال نماینده های پادشاه و پادشاه خبر رسانیدند که در شهر ما و شما جوانی پیدا شده است که هیکل تو را در این احوال چکار کرده است، قرار داده است. گفتن این کی هست؟ گفتن این فرزند آزر است. آزر که بسیار به نمرود ایمان کلان داشت و خدا بودن او را اقرار داشت و بسیار خدمتگار بود. حتی بعض مورخان میگویند که همین پدرش در حال رفته به نمرود خبر داد که نمرود گفت در خانه من گویا فرزندی هست که دائم هیکل ها و بت ها را سرزنش میکند، من میترسم که همون فرزند همین نباشد. روز نشود که اگر این فرزند سلطنتت را چپه کند و خبر دهی که من به شما خبر نداده باشم. چگونه پدرهای شکی و بدبخت وجود داشتند. در حال میگه نمرود دعوت کرد که این جوان به پیش من فریاد کنید. این ابراهیم میگه به نزد نمرود در آمد و نمرود بالای تخت خود نشسته بود. عادت مردم همین بود که وقتی که درگاه این شاهدکی داخل می شدی در حال زانوها را قد میکنی و در پیش پای او سجده میکنی. ابراهیم قامت خودم میگه خم نکرد، راست میگه و پیش نمرود رفت. نمرود میگه گشته گفت اینجا عادتی هست، نزد من باید که تو تعظیم کنی، سجده کنی، من خدای تو هستم. ابراهیم میگه گشته گفت تو خدای من نیستی. گفت خداوند در قرآن حکایت میکند اذ قال ابراهیم چی گفت به سوی نمرود؟ ربی الذی یوحی و یمیت. نمرود گفت خدای من آن ذاتی هست که زنده میگرداند و میمیراند. قال انا اوحی و امیت. نمرود
بدبخت و احمق کی بود چی گفت؟ گفت خدای تو میمیراند و زنده میگرداند؟ گفت بله. گفت این قدرت من هم صاحب هستم. منم گفت میمیرانم، من هم گفت زنده میگردانم. فرمان داد میگد همون مسئولین خدا که از زندان 2 نفر نزد من بیارید، یکیش حکم قتل داشته باشد، یکی حکم آزادی. آوردن نزد ابراهیم. میگد فرمان داد که این حکم قتل به قتل برسانید، به قتل رسانیدن. اینش گفت که زنجیرها را از دستش کشاده کنید، جواب گو را زندگی کن. و به جان ابراهیم گشت و گفت دیدی؟ گفت اینش گفت نابود کردم، میراندم، اینش از زنده گردانیدم. ابراهیم میگه تفکر کردن و احمقی او در نزد ابراهیم باز ظاهرتر شد که زنده گردانیدن معنای او را ندارد، یا میرانیدن این معنا را ندارد. زنده گردانیدن این است که نابود را پیدا میکند و میرانیدن به واسطه کارت نیست. و ابراهیم میگه با سوال داد اذ قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. نمرود گفت اگر تو دعوای خدایی داری، خدای من گفت ابراهیم چنان خدایی هست که آفتاب را از مشرق میبرارد و در مغرب پایان میکند. اگر تو خدا باشی کنی آفتاب از مغرب به طرف مشرق ببر. خدا میگوید که فبهت الذی کفر والله لا یهدی قوم الظالمین. نمرود از این سوال میگه ابراهیم در حیرت افتاد که این چی سوال بود، این چی عمل بود که بر من فرمایش داد. مفسرای قرآن میگویند همین زمانی که ابراهیم این سخن به نمرود گفت، در حال جبرائیل پایان کرد و گفت به ابراهیم خبر بده اگر مبادایی که این نمرود از تو طلب کند که کنی تو از مغرب آفتاب را به سوی مشرق ببر، ما آفتاب را در اختیار ابراهیم دادیم. ما آفتاب در اختیار ابراهیم دادیم. اگر مبادای این کافر اگر از ابراهیم سوال کند، لیکن خدا به علم قدیم خود میدانست که این کافر این سوال در خاطرش هم نمیگذرد. میگه مسترمان دو گفت وقتی شرمنده شد در بین تمام مردم گوش انداخته ایستاده اند. چی گفت؟ گفت آذر گفت من به این بزرگی و خداگی خود این جوان بی عقل را می بخشم، این ابراهیم را می بخشم. الحال ایرگو من هیچ حکم در حق این نمی کنم. این را خانه ببر، تربیه کن، نصیحت کن. این سخنهایی که میگوید این از حساب بی عقلی است، از حساب جوانیش است. برای همین خوب تربیه کن. اگر مبادایی که اگر در تربیه راست نشد و سخنی ترا گوش نانداخت، این زمان بر من شکایت کن، من بر این حکم آخرین را صادر میکنم. و حضرت میگوید از قصر بیرون شدند، از قصر بیرون شدند، با همراهی آذر به خانه آمدند. پدر خیلی خجالت که از پشت این فرزند خود در نزد پادشاه ما اینقدر خجالت زده شدیم، در نزد پادشاه خود آبرو و قدر و قیمت خود گم کردیم، با این فرزند چیکار میکرده باشیم. آمد و با ابراهیم باز تربیه خدا، تربیه احمقانه و باطلانه خدا چیکار کرد؟ دوام داد. با قصد ابراهیم روزها میگه در زیر همون بوت نمرود آذر میگه سری خدا میگذاشت، زاره و تولا میکرد، گریه میکرد، از او هر چیز طلب و تمنا میکرد. ابراهیم این حالت میدید خیلی غضبناک میشد. و روز از روزها خیلی بیقرار شد ابراهیم که این آخران صحبت ابراهیم با این پدر بدبخت و
به این مادر بدبختش بود، اونها را فیراد کرد و نزد خود شیناند و با آنها چی گفت که قرآن به ما و شما حکایت میکند. اذ قال لأبیه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. پدر جان گفت. ابراهیم بسیار با یک زبانی خوبه، با یک زبانی خیلی ملایم با پدر خود نصیحت میکرد. مفسرای قرآن هم در شأن همین آیت آوردن که فرزند حق دارد که پدر خود نصیحت کند. میتواند که فرزندی که اگر خدا او را هدایت کرده باشد و او را اسلام نصیب گردانده باشد و پدری که عرق نوش باشد، زناکار باشد، بینماز باشد، فرزند میتواند که پدر خدا با نرمی و با ملایمی دعوت به سوی خدا کند. این ده حق دارد. چگونه ای که ابراهیم الحال پدر خود نصیحت میکند. چی گفت؟ پدر جان گفت لما تعبد ما لا يسمع. پدر جان گفت این هیکل نمرود است، این خود به دست خود تراشیدی، چرا تو وی را عبادت میکنی؟ لا يسمع، این بت گفت نمیشنود، زاره و تولای تو را نمیشنود. ولا یبصر، این بت نمیبیند. ولا یغنی عنک شیئا، هیچ ضرر را از بالای تو دور کردن نمیتواند و به تو هیچ منفعت هم رسانده نمیتواند. یا ابت انی قد جاءنی من العلم. در دوام باز گفت، پدر جان گفت آگاه باش که خداوند مرا پیغمبر ساخته است و علم وحدانیت را بر من نصیب گردانیده است. فاتبعنی اهدیک صراطا سویا. پدر جان گفت پیروی من شو، پیروی آیت های خداوند شو، پیروی کتاب من شو. اهدیک صراطا سویا، پیروی من شدن گفت معنای این را دارد که تو راه راست و راه سعادت را میابی. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن ولی عصیا. پدر جان گفت تو شیطان را عبادت نکن، این شیطان است. گفت این هیکل و این بود اینا شیطان هستند، اینا گفت تو عبادت نکن، زیرا این که شیطان در نزد خداوند عاصی و گناهکار است. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. پدر جان گفت من میترسم که تو اگر با همین راهی که انتخاب کردی اگر خاتمه ندهی در عذاب خداوند تو گرفتار میشوی. فتکون للشیطان ولیا، و فردای قیامت تو همراه شیطان هستی. این نصیحت ها را حضرت ابراهیم با یک سوز دل با پدر خود انجام داد. چنان علم دارم که تو پدر من همان علم را نداری، چنان فهمیشه که برای من خداوند داده است برای تو نداده است. اهدیک صراطا سویا، از تو التماس دارم پدر جان پیروی من شو. اگر پیروی من بشوی تو آخرت چیکار میکنی؟ نجات میابی. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. خدا میگوید باز چی گفت ابراهیم؟ گفت پدر جان گفت تو شیطان را عبادت نکن. این هیکلی که الحال تو راست کردی
او را به حیث خدا تو عبادت میکنی، این شیطان است و شیطان در نزد خداوند گناهگار است. تو این را عبادت نکن. لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابتی، باز گفتن پدر جان، گفتن اینی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. پدر جان گفتن من می ترسم، بسیار ترسننده هستم که اگر تو از همین عبادتی که الحال هیکل ها را پرستش میکنی اگر دست نکشی، تو در عذاب خدا گرفتار میگردی و تو روز قیامت همراه شیطان هستی. این نصیحت های خیلی قیمت حضرت ابراهیم برای پدری خودش کرد. لیکن پدری که نصیحتی نیکه وقتی گوش نمی کند، وقتی نصیحتی خوب برای او خوب نمی آید، وای در جواب چی گفتن؟ قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم. گفتن ابراهیم گفت تو الحال این دعوتی که مرا به سوی خدای خود کردی، از این معلوم می شود که تو بر همین خدای ما عبادت نمی کنی؟ گو نگو، من تو را عبادت، من تو را دعوت دارم که این خدا نیست، این شیطان است، تو این را عبادت نکن. پدر در غضب شد. لئن لم تنتهی لارجمنک واهجرنی ملیا. اینا پدر چی گفت؟ گفت اگر، گفت ابراهیم گفت اگر به شرطی که تو از خدای ما، از عبادت این خدای ما اگر رو میگردانی، من تو را هر آینه گو سنگسارت میکنم. وهجرنی ملیه، رو گو من دیگر فرزند ندارم. پدری که در تقدیر او اگر خداوند سیاهی را کشیده باشد، بدبختی را کشیده باشد، چی میگوید؟ وهجرنی ملیه، رو از پیش من که دیگر من فرزند ندارم، تو برای من فرزند نیستی. حضرت ابراهیم بعد شنیدن این جواب دغلانه پدر چی گفت؟ سلام علیک. حضرت یگان غضبناک نشدند، یگان استراب ده هم نه آمدن، بلکه گفتن سلام علیک ساستغفر ربک انه کان بی حفیه. پدر جان گفتن اگر چنده که جوابی تو خیلی جواب نامعقول بود برای من، اگرچه دل من برای تو خیلی می سوزد، زیرا که این راهی که تو اختیار کردی راه دوزخی هاست، لکن تا وقتی که من جان در بدن دارم از خدای خود طلب مغفرت در حق تو میکنم که خدا تو را هدایت بکند. این حضرت ابراهیم به سوی پدری خود گفت من میروم، گفت من خانه شما را ترک میسازم، برای من این گونه پدر و مادر مشرک لازمم نیست، من میروم، لیکن تا روز رفتن چیکار میکنم؟ من از خدای خود در حق تو طلب مغفرت میکنم. این حضرت ابراهیم برای پدری خود گفت و چیکار کرد؟ میگد بعد این مفسرای قرآن میگوید که دیگر با پدری خود گپی نشدند، ملال شدند، دیگر پدر و مادر برای ابراهیم یک کسی بیگانوار حساب میافت. و بعد این قصه را مختصر میکنیم زیرا وقتی ما خیلی کم مانده است. در همان زمان نمرودی ها هر سال یک توی داشتن. صاحب تاریخ میگوید هر سال یک توی میکردن برای خاطر همون بت‌هایی که در بتخانه داشتن، قید میگرفتن و ترتیب توی آنها این بود که طعامهای زیاد میپختن، طعامهای زیاد میپختن، رنگا برنگ میپختن
و نزد همان بتخانه خود می بردند و در بتخانه نزد هیکل ها می گذاشتند. سحر می گذاشتند تا بیگاه در یک میدان کلانی رفته این توی خود می گذرانیدند با امیدی که این طعام ها در پیش خداهای اونها تبرک می شود. بیگاه آنها را آمده در خانه می خوردند. این گونه توی ها داشتند. چگونه ای که توی ما و شما هم که در یک سالی نو در هر خانه مسلمان شرم ناکده قید میگیرند، مثل همان بود پرست ها هم چیکار کردند؟ این گونه توی داشتند. من راستی بار از یک جواب برادری که در همین قوم است نخواستم راستی بار جواب بر او بگردانم، لکن هیچ دیگر دلمانم قرار نگرفت. ما یک جمعه پیش سوال جواب داشتیم و از ما کدام برادری سوال کرد در مسئله سالی نو، قید گرفتن سالی نو. ما با حکومت دارا و با مکتب ها کاری نداریم، زیرا آنها امروز مجبور هستند که این سالی نو قید کنند. لیکن در خاندان مسلمان کی مجبور میکند که مثال سالی نو قید کند؟ من اینقدر جواب گفتم که سالی نو از مسلمان ها نیست، سالی نو از مردم مسلمان نیست. این سال میلادی حضرت عیسی است، این از ما نیست. مسلمان های ما و شما دو عید دارن، عید قربان، عید رمضان. عید نوروز هم باز از عید سال نو دیده بدتر است، اونم از ما نیست. اینا کتاب میگوید، اینا فتوای مفتیات در دست من 2 ورق است. لیکن اون برادر از ما خیلی ملال شده است، حتی در همون خطش یک دشنام های قبیح هم نویساندن و دعای بدم کردن. میلش اگر ما ارزنده باشیم، اگر همون دعای بدی تو اگر نزد خداوند خوش بیاید، میلش ما هم قبول. لیکن من به شما همین قدر میگم که حضرت مولوی جنون میگوید به زینهاری به صد زینهار، زینهار زبان از رنجش مردان نگه دار. همان قوم برافت مبتلا شد، ز آزار دل مرد خدا شد. که 100 بار این جهان از آه دل سوخت، ولیکن به ادب عبرت نآموخت. شناس ای کور دل آتش نفس را، بکن اندیشه روزی پیش و پس را. سگ از اخلاص آمد جنس آدم، ز بی اخلاص آدم شد ز سگ کم. المسلم اخو المسلم، پیغمبر خدا گفته است مسلمان برادر مسلمان. لا یظلموه ولا یکذبوه ولا یخذلوه. مسلمان باید یکدیگر را دروغ نگوید، مسلمان یکدیگر را خار نکند، مسلمان باید یکدیگر را تحقیر نکند، دشنام ندهد. این وظیفه هر یک مسلمان است. لیکن باز میگم کدامی که اگر در خاندانش سالی نو قید میکند، وای هممون دین عیسوی ده است، این جای پوشیده نیست. برادر گفته است اگر در شما تشویش نشود شما این جواب بگین. لیکن پیغمبر خدا میگه اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی. شما یک کاری اگر غیر مشروعات، غیر اگر شریعت در کجایی که دیدین، با دست خودتان تغییر بدهین. فإن لم یستطع، اگر به دستان نتونستین، فبلسانه، به زبانتان او را تغییر بدین. فإن لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان. وقتی که اگر زور شما به دست نرسید، به زبان نرسید، با دلتان همون عمل بد ببینین، این ضعیفی ایمان شما را نشان میدهد. ما به دلم بد نی، به دستمون هم نی، لیکن به زبان گفتیم و ما نزد خدا مسئولیم. فردا از این قومی که 500 نفره و 1000 نفره در نزد خداوند جوابگو هستیم. قول الحق و این کان مرا، حق بگین اگر چندی تلخ است. گفتم پیغمبر محبان خورده صد سنگ ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. ز هر سو می جکد سگ بر سری را، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. حضرت مولوی میگه دی سگ ها در همه دنیا پر هستند، اینا جکیدن میگیرن. هزاران کاروان رفتند دو دو، هنوز این سگ ها دارند او او. این کاروان ها رفتن میگیرن، سگ ها جکیدن میگیرن. این یکی سگ از سگ های خداست.
همان توی قید کردن. حضرت ابراهیم پدرش مجبور کرد که ابراهیم همراه من در همون توی اشتراک میکنی. این توی همون بود پرستا بود. حضرت ابراهیم میگوید لباس های همون تویانه را پوشیدن و با همراهی پدر تا راستی همون بتخانه‌ای که داشتن همون بت پرستا رسید و به سوی آسمان نگاه کرد. فنظر نظرة فی النجوم، خدا در قرآن میگوید فقال اینی سقیم. حضرت ابراهیم به سوی آسمان نگاه کرد و گفت پدر جان، گفت الحال من ستاره خود دیدم، من بیمار میشوم. اون زمان همان بت پرستای نمرودی ها به ستاره ها هم ایمان داشتن، به افتا هم ایمان داشتن، به مهتا هم، همه اینها ده ایمان آوردگی بودن، همونها را خدا میگفتن. حضرت ابراهیم نه به نیت خدا بودن و بلکه از این یک حاصل یک موضوع باید که حاصل میشد. حضرت ابراهیم مقصدش این بود که وی را نزد بتخانه بگذارند و ترکش بسازند و حضرت ابراهیم به آن بتخانه درآید و چی معامله بر آنها بتها کند. این نقشه را در دل داشت. وقتی که این حضرت ابراهیم گفت که من بیمار میشوم، پدر جان گفت فتولوا عنه مدبرین. خدا میگوید ابراهیم میگه در زمین خودش را میشکید و میگفت که من کسل وبا شدم. مردم اون زمان از وبا بسیار میترسیدن که کسل گذرنده بود و پدرش و همه قومش میگه ابراهیم ترک کردن، گفتن بگذاریدش، این کسل وبا شده است، البته عاقبت هلاک میشود. و خود میگه به همون میدانچه کلانی که در همون شهر بابل بود، عراق امروزه، رهسپار شدن. وقتی اونها رفتن که در سوره صافات هم خداوند برای ما و شما میگوید و تالله لأکیدن اصنامکم. حضرت ابراهیم آهسته آهسته میگه زمزم میکرد الحال مرا در این نزد بتخانه ترک بکنید، به خدا قسم میدانم که این بتخانه را چگونه با چه عمل در داخل او عمل را انجام دهم. شما روید، قسم به خدا میدانم این بتهای شما را ریزه ریزه میکنم. همگی رفتن، در دیه کسی نماند. حضرت ابراهیم وارد خانه شدند. همان بتخانه ای که دو طرف سنگ های میده میده از صورت های عبارت بود و در بری بالا همان رئیس کلانش صورت نمرود زدگی دروازه را کشادند. دروازه را کشادند، نگاه کردند که در پیش بتها طعام زیاد گذاشتگی هست و به سوی همین بتها با یک طریق غضب حضرت ابراهیم گفت چرا گفت این طعام ها را نخوردید؟ میگد بتخانه خاموش بود. برای چی جوابی مرا نمیگردانید؟ همه سنگ ها خاموش. از سنگ چی جواب است؟ حضرت میگوید همان تبری که نزد همان دروازه بتخانه گذاشتگی بود، غیرت حضرت ابراهیم ببینید، خود تنها بودن در روی زمین. در همان زمانه یگانه ابراهیم بود که الله میگفت خلاص، دیگر کسی نبود، همه نمرود میگفت. تبر را گرفت و همان خداهایی که نمرودی ها میپرستیدن از همین طرف راست سر کرد. در دست راست تبر دست ها و پاها و گردن های اونها را شکست. طرف راست انجام داد. خداوند میگوید فجعلهم جزازا الا کبیرهم. طرف چپ را هم میگه شکست مگر که همان بوتی کلانی که در بری بالا بود و ایرانه شکست، بلکه تبر را در پیش او گذاشت. در گردن همان بوتی کلانی تبر را میگه خداوند گذاشت که قصه ای را ذکر میکنه در قرآن.
لعلهم الیه یرجعون. حضرت ابراهیم میگوید برای چی آن بوت کلانی را نشکست؟ آیا ترسید؟ نه ترسید، بلکه حضرت ابراهیم با عقل و ذکاوت خدادادگی فکر کرد که اگر مبادای از من بپرسند که این بت‌ها را کی شکست، من میگویم خبر در نزد کیست؟ همون کس شکست. و یا مفسرات دیگر زیلم تفسیر میکنند، میگویند که مبادای حضرت ابراهیم در خیال خود گذرانده بود است که اگر آمدن و این بتخانه و این شکستگی ها را دیدن، از همان بوت کلانی میپرسند که این بتها را کی شکست. وقتی بوت کلان که خاموش باشد، شاید که اینها بیدار شوند که از این یگان منفعت ضرر نیست. شاید که بیدار شوند که اگر این خدا باشد چرا این فرزندهای خود محافظت کردن نتوانست. خلاص حضرت همه را میده کردند مگر کلان را و از بتخانه بیرون شدند. قرآن میگوید وقتی که شب شد، از همان توی فساد و از همان سال نو قید نگرفتگیشان برگشتن همه مست. برای گرفتن این طعام ها باید به خاندان برن، این تبرک می شود. وقتی که به بتخانه در آمدن، در بتخانه را کشادن، یک حالت خیلی ناگوار همه اونها را چیکار کرد؟ احاطه کرد. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، فریاد زدن کی خداهای ما را با این احوال افتاند؟ کی خداهای ما را شکست؟ انه لمن الظالمین. نمرود گفت کدام شخصی که این خداهای ما را شکست و این نفری هست که در جان خودش ظلم کرده است. او کسی هست که ظالم در بین ماست. وقتی اعلان کرد، نمرود اعلان کرد در تمام همون اطراف ها که این کسی که جنایت را صادر کرده است، جنایتکار را یافته نزد من بیارید. قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. خدا باز در قرآن قصه میکند که یک چند نفر وقتی که ابراهیم نزد بتخانه بود و آهسته آهسته زمزم میکرد به زبان خودش که الحال شما از پیش من روید، من میدانم که با این خداهای شما چی معامله کنم. این سخن او را یک دو نفر از نمرودی ها شنیده بودند و نزد نمرود خبر کشیدن سمعنا فتى یذکرهم، ما نزد بتخانه یک جوانی را دیدیم. همان سالها حضرت ابراهیم 16 ساله بودن. میگد ما یک جوانی را دیدیم که با زبان خود میگفت که ما میدانم بعد از شما که با خدای شما چی معامله کنیم. یقال له ابراهیم، و این نامش ابراهیم است. وقتی نمرود این سخن را شنید چی گفت؟ قالوا فأتوا به على اعیون الناس لعلهم یشهدون. گفت مادامی که همون جوان باشد، جوان را گفت به نزد مردم بیارید، به نزد مردم بیارید، مردم را همه جمع کنید. شاید که همین مردم، مفسرها تفسیر کردن که شاید که همین مردم شاهدی دهند که همین عمل را ابراهیم انجام داده است، یا اینکه مفسرها میگویند که شاید که ابراهیم خود در بین مردم گوید که همین عمل را من انجام دادم، بعد نمرود کار کند حکم حضرت ابراهیم را صادر کند. در حال وقتی که فرمان نمرود که شد، تمام میگد نوکراش بیرون جستند و به خانه حضرت ابراهیم آمدند. حضرت ابراهیم را پیشاپیش کردند، دستگیر کردند، دستهای را بستند و به درگاه قصر نمرود حاضر کردند. وقتی نمرود
حضرت ابراهیم را دید، از او سوال کرد: قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم؟ ابراهیم گفت: آیا این عمل خیلی ناجایز و درشت و دلخراش برای ما تو انجام دادی؟ این خداهای ما را گفت تو شکستی؟ حضرت ابراهیم چی گفتن؟ گفتن: قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألهم ان كانوا ينطقون. حضرت ابراهیم ناترسانه با یک سر بلند گفتن: نه، گفتن من نکردم. مفسران میگویند حضرت ابراهیم در حال حیات خودش 3 بار لفظ دروغ را استفاده کرده است که این دروغ نیست گفتن، بلکه از این دروغ گفتگی های حضرت ابراهیم کارهای ثواب انجام یافتگی هست. مثل که در شکستن بت‌ها گفت من نشکستم. و دوم در بردن حضرت سارا را هم وقتی که به سوی مصر می برد، در سوی مصر هم یک ظالم گرفتار شد و سارا که خیلی حسن زیبایی داشت و به او عاشق شد، از ابراهیم پرسید که آیا این کی هست، به تو چی می شود؟ گفت اگر بگویم که زن من می شود، هر آینه این ظالم این را از دست من می گیرد. از این خاطر چی گفت؟ این گفت خواهر من می شود. حضرت ابراهیم اینجا هم چیکار کرد؟ لفظ دروغ را برای آینده کار ثواب استفاده کردن. و سوی نمرود هم گفت بل فعله کبیرهم. اینا گفت من نکردم، گفت بلکه گفت همان بوت کلانی کرده است. این عمل را همان بوت کلانی کرده است. اگر باور نمیکنید رفته از همان بوت کلانی پرسان کنید. اگر زبان داشته باشد برای شما گفت بیان میکند. وقتی این سخن را از زبان ابراهیم شنیدن، همه حیرت گذاشتن، در حیرت ماندن که این خداهای ما سخن نمیگویند. و هر کدامش میگه در همین بین یکدیگر را نگاه میکردند و گفتند که در بین 1 ساعت یا 2 ساعت تنفس. سوال حضرت ابراهیم همه ای را در حیرت گذاشت. آمدن با یکدیگر میگه، قرآن میگوید که با یکدیگر چیکار کردن؟ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. وقتی با یکدیگر آمدن صحبت کردن گفتن در حقیقتا حضرت ابراهیم راست میگوید. این خدایی که ما داریم وای سخن نمیگوید، وای نمیشنود. الحال این جنایتی که صادر شده است باید ما از او پرسیم. وقتی ما جواب نمیگوید این چگونه خدا هست؟ یعنی هر کدامی اونها عقیده هاشان تغییر یافت. بعدی چنده باز همون کفر میگد بالای اونها غلبه کرد و باز همون عقیده ویران اونها در وجود و در سر اونها پیدا شد و گفت ابراهیم گفت تو میدانی که خداهای ما سخن نمیگویند، باز چرا از ما پرسان میکنی که رفته از خدای خود بپرسید که این عمل را خدای کلانی کرده است؟ این شما میدانید. و نمرود به تمام همون اعضای حکومت خود میگد فرمان داد که اگر شما بخواهید که به خداهای خودمان یاردم کنیم حکم مرا گوش کنید. نمرود میگد حکم برآورد. چی حکم برآورد؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. گفت حکم من، گفت بالای ابراهیم همین است که
بجز سوزانیدن دیگر هیچ راهی نیست. این کاری که ابراهیم بالای خدای ما و شما کرده است، اگر در ما و شما ذره ناموس باشد، اگر در ما و شما ذره جسارت و دلاوری باشد، ابراهیم را به آتش بکشید. این گپی نمرود برای همه اونها قانون بود. در حال از پی اجرا کردن فرمان نمرود شدند و یک بیابان خیلی کلان را برای خود اختیار کردند و 1 ماه، مفسرای قرآن میگوید 1 ماه هیزم کشیدند. 1 ماه میگوید در یک میدان کلان هیزم زیاد جمع کردند و او را چکار کردند؟ در گراندند. وقتی این هیزم ها سوخت و بعض مورخان میگویند که تا 10 روز این آتش خاموش نمیشد، میسوخت. لخچه های زیاد و گرمی زیاد حاصل کرد. حتی مفسر تفسیر انوار القرآن میگوید که اگر چنان آتش افروخته شد که اگر بر بالای همان آتش پرنده اگر گذر میکرد، هر آینه قنات او میسوخت. این قدر میگد آتش تفسانه برای سوختن ابراهیم میگد تیار کردن و از 2 جانب پایه ها زدن میگد، از یک طرفی همان آتش و از طرف دیگر، و بین میگد یک سیمی را کشیدن و یک صندوق برای ابراهیم تیار کردند و باید که ابراهیم را در این صندوق جا کنن و بالای همون سیم کشاده میکنن و این صندوق خود راست به همون آتش رفته میافتد. این عمل را هم میگد جا را معین کردن، سیم را کشیدن، پایه ها را گذاشتن و ابراهیم را آوردن نزد آتش. ابراهیم را بدنش را میگه لوچ کردن و دستهای او را زنجیر بستن، گردنهای او را زنجیر پیچ کردن و در داخل همان، پیش از آنی که در داخل صندوق جا کنن، نمرود که بسیار ابراهیم میگد قد و شکل خیلی زیبا که داشت، و سوی گفت به جان جوانی خود رحم کن. ابراهیم گفت اگر تو به خدا بدن من باور کنی و این خداهای ما را پرستش کنی، هر آینه گفت من از این فرمان دادگی خود پس میگردم. ابراهیم گفت به خود بیا. لیکن ابراهیم میگد وقتی نمرود این سخنها را میگفت، ابراهیم چیکار میکرد؟ ابراهیم میخندید. ابراهیم خنده میکرد، زیرا این سخنهای بی عقلانه و بی فکرانه نمرود که میشنید در حیرت میافتاد که خدایا این بنده چی قدر گمراهی هست، این از خدای خود چی قدر دور هست، نمیداند قدرت خداوندی را. ابراهیم میگد به سوی همین نمرود چی گفت؟ گفت خداوند هیچگاه زر خالص را نمی سوزاند. و حضرت ابراهیم میگه صداهای میشنید، لا تخاف یا ابراهیم انک انت الاعلی. ابراهیم تو از این جمعیت نمرودی ها نترس که تو بالای این جمعیت غالب میایی. حضرت ابراهیم که یک پشتیبان خیلی مستحکم از بالای سر که داشت، دیگر پروای این نمرودی ها نکرد و میگد بالای همون عرابه سوارش کردن و میگد سیم در حرکت در آوردن. وقتی میگد سیم در حرکت در آمد و این صندوق نزدیک میشد، تمام میگد ملائکه ها و تمام مخلوق خداوندی، زجت ملائکت السماء والارض، تمام ملائکه ها و تمام مخلوق های خداوندی در چریکس در آمدن. وقتی میبینند ابراهیم در داخل یک صندوق و به سوی آتش می رود، البته این حالت، این منظره برای ملائکه ها هم خیلی ناگزیر بود، خیلی ناخوب بود. فریاد زدن، داد می زدن و حضرت میکائیل که این وابسته به بارش است به سوی خداوند گفت پروردگارا چی می شود که مرا اجازت دهی تا که رفته ای خلیل تو را از این آتش خلاص کنم؟ خداوند چی گفت؟ گفت یا ملائکتی، ای جمع ملائک، همت پایان شوین.
این استغاث خلیل ابراهیم منکم بشیء فاغیثه، اگر همین خلیل من ابراهیم اگر از کدام شما مدد طلب کند، هر آینه او را مدد کنید. میکائیل پایان شد، میگد آمد نزد ابراهیم. ابراهیم گفت الحال تو به سوی آتش نزدیک شده ایستاده ای، تمام باران در اختیار من است، چی فرمان میدهی؟ خواهی شد هست که الحال ابر را پیدا کنم و چنان باریش را میریزم که حتی این آتش یک ماه افروختگی اینها همه به خاکستر مبدل میگردند. ابراهیم چی گفتن؟ ابراهیم گفتن نه، گفتن میکائیل گفتن من به تو هیچ حاجتی ندارم، هیچ حاجت ندارم. ابراهیم با این سخن میکائیل را جواب دادن. میکائیل از پیش حضرت ابراهیم رفت، در حال میگد ملائکه شمال پایان شد. ابراهیم رخصت میدهی که الحال شمالی را پیدا کنم به حکم خداوند که تمام این لخچه های علاو در خانه همین نمرودی ها داخل می شود و تو نجات می یابی. ابراهیم باشد چی می گفت؟ نه، می گفت من حاجت به شما ندارم، من از شما مددم طلب نمی کنم. وقتی میگه جبرائیل که این حالت می دید، حضرت جبرائیل که این ملائکه مقرب بود چیکار کرد؟ گفت پروردگارا چی خوب می شود که مرا اجازت دهی شاید که خلیلی تو به من تکیه کند. وقتی حضرت جبرائیل میگه پایان شد، ابراهیم که جبرائیل می شناخت، گو ابراهیم گفت یک لحظه مانده است که تو الحال داخل آتش شوی، خوب می شود که برای من فرمان کن تا که از این آتش، از این عذاب، از این سوختار تو را نجات دهم. حضرت ابراهیم گفتند کیف احتاج الیک یا جبرائیل و انسا الذی ارسلک. جبرائیل گفت چگونه من از تو محتاج به سوی تو شوم، چگونه از تو من یاردم طلب کنم و فراموش کنم آن ذاتی را که تو را فرستاده است، چگونه من او را فراموش کنم؟ حضرت جبرائیل گفتند مادامی که اینو میدانی از خدای خود طلب کن که تا که تو را نجات دهد. حضرت ابراهیم چیکار کردند؟ میگه چشمهای همون نرگسی نیخته به سوی آسمان گرداندند و گفتند اللهم انت واحد فی السماء و انا واحد فی الارض اعبدک. پروردگارا گفتند خدایا من میدانم که در آسمان بجز ذاتی تو دیگر هیچ پر اقتدار نیست، آسمان از آن توست و من یگانه در روی زمین هستم که الله میگویم لا اله الا انت سبحانک لک الحمد و لک الملک لا شریک لک. پروردگارا تو پاکیزه هستی، خدایا بجز ذاتی تو دیگر هیچ پشتیبان من ندارم، خدایا حمدم از توست، ملکم از توست. وقتی این سخن میگد گفت حضرت جبرائیل گفتند ابراهیم من به تو فرمان میدهم از خدا طلب کن که تو را نجات دهد. حضرت گفتند که حسب بحالی و علمه بحالی، آن ذات مرا تماشا دارد، آن ذات مرا دیده ایستاده است، چگونه من سوال کنم از خدایی که الحال و سخنی مرا میشنود و حالتی مرا میبیند. وقتی این مفسرای قرآن میگوید وقتی ابراهیم میگوید با آتش از بالای چقدر بلندی باشد، وقتی که میگد کشاده شد و باید که در آتش افتیده شود، یک پرنده خیلی خورد برابر ابراهیم میگه به آتش می آمد و این پرنده میگد با تمام آن آوازی که داشت صدا میزد، داد میگفت و برابر ابراهیم به سوی آتش نزدیک میشد. خداوند میگد این حال پرنده را دید و همان صفتی رحیمی خداوند کشاده شد و به جبرائیل گفت این پرنده ای که مخلوق من است برای چی خودکشی میکند؟ جبرائیل در حال وی را بدار و از آن پرسان که چرا وی همراه ابراهیم در آتش خودش را میسوزاند. جبرائیل میگه وقتی که نزدیک شد پیک رحمان در حال این پرنده خورده داشت و میگه بالای پری خود و این پرنده میگه به سوی خداوند چی گفت؟ گفت پروردگارا گفت من پرنده هستم
که یاردم از دست من به ابراهیم هیچ چیز نمی آید مگر این قدر روا می بینم که همراه این خلیل تو در آتش بسوزم. میگه این سخن پرنده به خدا خیلی خوش آمد و خداوند گفت ای پرنده، گفت چی خواهش در دل داری؟ گفت فقط خواهش من همین است که تمام آن اسما، تمام آن نامهای را که پروردگار را تو داری بر من تعلیم بده تا که او را من چیکار کنم، هر جا که نشینم، خواه شب باشد خواه روز باشد و ای را بخوانم و محبتی مرا در تمام دل مردم جایگیر بگردان. مفسران میگویند، مورخای ما و شما میگویند که این همان بلبل بود. این همان بلبلی هست که امروز هم ما و شما با او محبت داریم و هم از خواندن همون بلبل یعنی ذوق ما و شما می آید. چقدر از خواندن همون بلبل ما و شما را خوش می آید که او چیکار میکند؟ همان نامه های خداوندی را میخواند است. وقتی ابراهیم شاده شد، خداوند چیکار کرد؟ فرمان داد، از بالا امر شد، قلنا یا نار کونی برد و سلام علی ابراهیم. ای آتش، گفت ابراهیم الحال به سوی تو آمده ایستاده است، کونی بردن و سلام علی ابراهیم، به ابراهیم من، به خلیل من خنک شو و ابراهیم را سلامت در بین خود نگه بدار. این فرمان خداوندی به سوی آتش بود. مفسرای قرآن میگوید از این ندایی که خداوند کرده بود یا نارو، ای آتش ها خاموش شوید، تمام آتش هایی که حتی در خانه ها می سوختن همه خاموش شدن. حضرت ابراهیم میگه در زیر همون آتش زد. چند روز در همون بین حضرت ابراهیم ماندن و همین نمرودی که در اول خواب دیده بود که تخت او را خوشخوار چپه میکند و تعبیر کرده بودند که کسی میبراید که این سلطنتی تو را چپه میکند، باز خواب دید که ابراهیم در بین همین آتش زنده است و تمام منجمه ها را فیراد کرد و گفت من این چنین خواب دیدم، میخواهم که از همان موضعی که من نظارت میکردم همان موضع مرا برید. وقتی نمرود میگد آمده دید ابراهیم در همون بین آتش سوزان، در اطرافش میگد هر گونه گلها میگد رویده بود و چند درختهای سبز میگد سبزیده بود و حضرت بالای تخت نشستگی و ذکر خدا را میکرد. ابراهیم، نمرود به سوی ابراهیم میگه فریاد زد. تو ابراهیم گفت من دیگر به تو کاری ندارم، خدای تو خیلی خدای قوی بوده است. از این گونه جزایی که من برای تو آماده کردم، از این گونه جزا که وقتی که تو را نجات داد، من دیگر گپی ندارم. فقط از تو خواهش میکنم که این ملک مرا ترک کن، از ملک من بیرون شو. مادامی که فرمان خدا که بود، چیکار کرد؟ حضرت ابراهیم میگه همراه سارا و همراه دادرزاده خود حضرت لوط، مختصرا میگوییم این قوم ترک کرد و به سوی مصر و از آنجا به سوی فلسطین چیکار کردن؟ حضرت حرکت کردن. و حال نمرود چی شد؟ نمرود همون 400 سال پادشاهی که داشت، وقتی که همون سپری شد و هیچ ایمان بر خدا که نه آورد، خداوند یک توده از پشه ها را سوی او خصمی که تیر انداختی، پشه کارش کفایت ساختی. صاحب چار کتاب میگوید یک توده پشه ضعیف به سوی همین قوم نمرود چیکار کرد؟ روان کرد برای نابود کردن قوم نمرود. وقتی این پشه ها آمدن، به مجرد میگد کدام نفری را که همون نش میزند در حال همراه همون سپاه و اسب خود خاک به زمین میشدند. و نمرود وقتی این حالت دید، میگد از اون موضع به سوی قصر خود آمدن و یک پشه میگه خیلی خورده از پس نمرود روانه شد و آمد، میگه در دماغ همین نمرود در آمد و نش میزد و علاج این همین بود که باید که به یگان چیزی وزنین به سر او زده شود. وقتی چند بار در سر نمرود که میزدند، بعد این پشه آرام میگرفت.
و دوست داشته ترین آدم نمرود میگد همون کسی بود که وقتی که به قصر می در آمد در سر نمرود چند کلتک در سرش میزد تا که همون چیکار کند؟ پشه آرام بگیرد. یعنی این یک عذاب از خداوند به نمرود بود. آهسته 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 همین پشه چیکار کرد؟ زهر خود به همین نمرود زد و نمرود را از همون بین مردمش، از بین قومش دور ساخت. و این کافر البته به همه ما و شما معلوم است، کسی که این کار خدا میکند، کسی که مبارزه به سوی خدا میبرد، جای او معلوم است که جای وی کجاست.